و اونایی که دیگه خیلی اذیتشون میکنه، تلویزیون ایران هست، میتونن بشینن زلال احکام نگاه کنن از شبکه 4، میتونن بشینن اون برنامه‌ای که چند وقت میداد به آخر برنامه به مهمان کفن هدیه میدادن و آگهی ترحیم، اونو نگاه بکنن، مجریای مؤدب صدا و سیما رو نگاه بکنن که در کمال ادب و احترام به شعور یک ملت توهین میکنن. خیلی گزینه مناسب تری هست برای اونایی که زهر مار مثلا براشون یه فحش محسوب میشه. ما چون از بچگی دختر پسر رو از هم جدا کردن، یعنی خب تو هیچ کجای دنیا مدارس جدا نیست دیگه، همه دختر پسر کنار هم درس میخونن، همه جا با همن، به خاطر همین اینقدر قضیه بزرگ نیست این کنار هم قرار گرفتنشون. شاید فکر کنم این بار اولیه که ما مثلا دختر پسر رو کنار هم قرار دادیم. دختر پسر رو تو کشوری که با هم اردو میرن، با هم در واقع میبرنشون طرف مدرسه دانشگاه، میبرنشون اردو، میرن کمپ میزنن، میرن جاهای دیگه میمونن و اینا، این یه چیز طبیعیه در همه جا، ولی ما چون نداشتیم برای ما خیلی ثقیل و عجیبه که وای الان 20 دختر پسر توی یه ویلا هستن و وای چه اتفاقی داره میفته. نه، مثل تمام اردوها، مثل تمام اردوهای دبیرستانی و دانشگاهی، این دختر پسرها با هم گپ میزنن، بازی میکنن، سرگرمی دارن، ولی شبا میرن سر جای خودشون بخوابن. اینا جدا، اونا جدا.